دروغ‌های منفی دشمن را باور نکنید. ایمان خود را حفظ کنید، به جلو حرکت کنید، به پروردگار برای کارهایی که برایتان انجام داده افتخار کنید، از خداوند سپاسگزاری کنید، زیرا او همه چیز را در کنترل شما گرفته است و برای شما می جنگد. همچنین از او سپاسگزاری کنید، زیرا درهای جدیدی را به روی تو باز می کند و باعث پیشرفت شکوفاییت می شود. به آبیاری و تقویت خود بپردازید که روزهای برداشت و ترقی نزدیک است. نترس، من با تو هستم. پریشان مباش، من پروردگار تو هستم. من تو را پشتیبانی می کنم. من به تو کمک می کنم. من تو را در پناه خود حفظ می کنم. به راحتی می توان نسبت به چیزهایی که در دنیای اطرافمان رخ می دهد احساس ترس و پریشانی کنیم. شرایط ممکن است خسته کننده باشد. شاید کسب و کار شما با مشکلاتی مواجه شده است یا کار خود را از دست داده اید. شاید در یک رابطه یا یک مسئله اقتصادی نیز به مشکل برخورده اید. در شرایطی از این قبیل مهم است که به یاد داشته باشید که خدا به ما وعده داده است که هیچ وقت ما را تنها نمیگذارد. در حقیقت نه تنها او با ماست، بلکه ما را تقویت می کند تا در برابر همه چیز قوی باشیم. این بدین معنی است که زمانهای سخت می آیند، اما خداوند از آنها به نفع ما استفاده خواهد کرد. شما نباید اجازه دهید که شرایط باعث از بین بردن آرامش و خوشی شما شود. شما باید همیشه این نگرش را به یاد داشته باشید. این مشکل شاید بزرگ باشد، اما خدای من بزرگتر است. به یاد داشته باشید که دشمن به دنبال دست چک بانکی شما نیست، بلکه به دنبال آرامش و خوشی شماست. او می‌داند که اگر بتواند آرامش شما را سلب می‌کند، می تواند نیرو و قوت شما را نیز بگیرد. اما هنگامی که از راه دعا با خداوند در ارتباط هستید، به سخنان او اعتماد دارید و می دانید که وعده هایش را در زندگیتان محقق می کند، می توانید در برابر مشکلات قوی باشید و در پناه خداوند آرام و امن زندگی کنید. پروردگارا، از تو ممنونم که در زمان مشکلات من را محکم و قوی می کنی. امروز می خواهم ترسم را کنار بگذارم و اجازه ندهم که کسی آرامش من را سلب کند. من به تو اطمینان دارم و می دانم که من را در پناه خودت حفظ می کنی. من می دانم که تو برای پیروزی من برنامه داری. به من آرامش و خوشی زیادی عطا بفرما. از تو ممنونم که من را در پناه خود حفظ می کنی. خدایا، به راستی که خداوند نجات بخش بنده هاست. امروز صبح به عقب برگرد و زندگی خود را یک دیدگاه جدید بنگر. متوجه می شوی که خداوند چگونه تو را در پناه خود قرار می دهد. او می داند که تو که هستی. اگر مشکلی بر سر راه شما قرار بگیرد، شما می توانید آن را حل کنید. حضرت عیسی پیامبر خدا فرموده است از قدرت خدا کمک بگیرید. هر روز صبح از خواب بیدار شوید و به خود یادآوری کنید من برای هر چیزی که بر سر راه من قرار گیرد آماده هستم. من قوی هستم. او مهارت‌هایی به شما داده است که کارهای خود را انجام دهید. افتادن در دام بازی تقدیر بسیار ساده است. این بدین معناست که شما در هر جایی که هستید احساس راحتی می کنید. شما تلاش نمی کنید و چیزهای جدیدی نمی آموزید. خوشحال بودن شما در جایگاهی که هستید نادرست نیست، اما شما باید به یاد داشته باشید که باید بیش از آنچه هستید تلاش کنید. شما به دنیا آمدید تا رشد کنید. تلاش کنید. مهارت‌های خود را ارتقا دهید. مطالعات به ما میگویند که افراد معمولی فقط از 2% از مغزشان استفاده می کنند. به این فکر کنید که از چه مقدار پتانسیل خود می توانید استفاده کنید. شاید شما یک حسابدار باشید، خوب است، اما در همانجا نمانید. چرا به یک حسابرس رسمی تبدیل نشوید؟ یک مهارت جدید وجود دارد که شما می توانید آن را گسترش دهید و این مسئله می تواند پیشرفت بیشتری را برای شما مهیا کند. ممکن است شما یک مکانیک
یک تکناسین یا لوله‌کش باشید. همه اینها خوب هستند، اما باید چه کارهایی انجام دهید تا پیشرفت کنید؟ در این روز و سن اگر سطح مهارت شما با 50 سالگیتان یکسان باشد، شما ضرر کردید. امروز خود را از بازی تقدیر دور کنید و شروع به تقویت مهارت‌هایتان بکنید. شروع به تلاش پیشرفت و حرکت به جلو کنید تا نعمت‌هایی که خداوند برایتان مهیا کرده است را به دست آورید. پروردگارا، من امروز از تو ممنونم که استعداد زیادی به من عطا کردی. من زندگیم را مدیون تو هستم. من از تو ممنونم که به من استعداد و محبت‌های زیادی بخشیدی. به من نشان بده که چگونه مهارت‌هایم را تقویت کنم، استعدادهایم را بهبود بخشم و به سطوح جدیدی در زندگیم برسم. به من کمک کن تا به تعالی برسم، تا همیشه به من ببالی و افتخار کنی. به راستی که خداوند نجات بخش است. خدا محبت‌ها و پیشرفت‌های زیادی را در زندگی ما قرار داده است. او می‌خواهد زندگی و موقعیت‌های راحتی را برای من فراهم کند تا ایمان من را تقویت کند. خداوند چیزهای بهتری را جلوی راه ما قرار می‌دهد. او فرصت‌های جدید، روابط جدید و نعمت‌های جدیدی را به روی ما می‌گشاید. شاید ناخوشایند باشد، اما خداوند بسیار شما را دوست دارد، اما شما را تنها می‌گذارد. بنگر، من برای شما وعده‌ای دارم. قبل از شما معجزه‌ای در سراسر زمین و در هیچ ملتی رخ نداده است و تمامی انسان‌ها به قدرت پروردگار واقف هستند و آن هم شگفتی در خلقت انسان‌ها است. خداوند فرمود من کار بزرگی انجام می‌دهم که قبل از آن در زمین هرگز انجام نشده.